اینترنت در زندگی ما تغییرات زیادی آورده. میتونیم از نگاه تحصیلی بگوییم که اگر ما کدام اسایمنت یا کارخانه‌ای داشته باشیم به زودترین فرصت از طریق اینترنت به او دسترسی پیدا میکنیم و او را حل کرده میتونیم که آنلاین درس بخوانیم. اینترنت یو داس شبکه ده چې ټول نړۍ د یو کوچنی کلی ته تبدیل کړی دی او خلک کولی شي چې ډیر په اسانۍ سره اړیکې ونیسي. قسمی که کل مردم از اینترنت استفاده میکنن، من از اینترنت استفاده میکنم. Internet is a global network which connects around millions of computers all together. It has brought many changes in my life. Like whenever I'm doing my assignment, I'm just collecting information from the internet. به نظر من اینترنت یک شبکه جهانی است که تمام انسان‌ها را در سراسر دنیا با هم وصل میکنه. وقتی که آنلاین می باشم، مثلا اگر از فیسبوک استفاده کنم، در اونجا با بعضی از مشکلات سر میخورم. اگر عکس شخصی ما بانم، میتونه یک نفر کاپی کنه و از او استفاده نادرست کنه. زه هم له انټرنټ څخه کار اخلم، له سوشل میډیا څخه کار اخلم. کله چې زه له ټولنیزو شبکو څخه کار اخلم، خپل ځان مسئول احساس نکوم، ځکه چې ځینې ټولنیزو شبکو شته چې ډېر ښه پرایویسی نه لري او دا کیدای شي چې موږ هک شو. وقتی میخوایم یک چیزی را از آدرس شخصی فیسبوک منتشر کنم نمیتونم، به خاطر که ممکن ما تهدید شوم، با تهدیدات روبرو شوم. I don't feel safe first by receiving annoying message from strangers, and in other hand I can put my pictures on Facebook or other social media. بله من از سوشل میدیا استفاده میکنم، از توییتر، فیسبوک، اینستاگرام. در کل زمانی که من استفاده میکنم سیف است، اما اونقدر که باید سیف خدا احساس کنیم سیف نمی باشه، چون خصوصا فیسبوک پرایوسی خوبی نداره و امکان تهدید شدن و اذیت کردن وجود داره. با هم برای اینترنت بهتر. یو ځای د یو غوره اینترنت لپاره. با هم برای یک اینترنت بهتر. All together for a better internet. با هم برای یک اینترنت بهتر.